سلام. بچه‌ها امروز روز بزرگترین تخفیف تو چینه. چقدر ریشم بلند شده. کار داریم می‌کنیم سلام. امروز 11 ماه 11 میلادیه، بزرگترین تخفیف چین. نسی عربستان تاریخ میلادی آورده توی چیزش. امروز 11 ماه 11 بزرگترین تخفیف چین رو داریم. میخوایم بریم ببینیم یه مرکز خرید بزرگ ببینیم چی کاسب میشیم. البته بچه‌ها بگردیم. ما همین الانش هم پول نداریم. اگه داشتیم که یوتیوب نمی‌زد. Let's go. آقا سلام علیکم. سلام علیکم. دورت بگردم. اینجوری تو چین همیشه ما چیز میگیریم. دیدی میگیریم بچه‌ها. ممنونم. قربون شما خداحافظ. قرآن اگه یه کلمه حرفشو فهمیده باشی. چی گفت؟ گفت دقیقاً روبروی این دره این گفتم آره دقیقاً. این سگ داره گو. همینه. کارا چیه مرد حسابی؟ داش رسید بالاخره. علی دوست دخترت هم آوردی؟ آره همون پشت پارکه. داش پارکه و پشت داره بازی میکنه. علی یه سال جون. نیما خوش تیپ تره یا این پسر؟ این چپیه. بذار پسر چپیه رو بذار. بچه این نیما ولی اون راسته. آقا اینجا پر برنده. میخوایم بریم چند تا برند رو بررسی کنیم قیمتاشو. بریم بررسی کنیم ببینیم آقا اینقدر هی میگن 11 ببینیم چیه چیه. من ببینم میدم واقعا. ما الان اومدیم اشنه. ببینیم. اینور زن است به اونور. نه اونور اینور. حتی اینور هم زنون است. عرفان تو اینجا خریداتو بکن تا ما بریم طبقه بالا بیا. من برم خرید بکنم. اومدیم مردونه. خب بی ناموس دلغک. چطوره؟ چند؟ 400 یا برش میگردونیم به همون جایی. ای چقدر بهت میاد؟ بهش من همه چی بهم میاد. این تو بچه بچه چنل رو آن سابسکرایب کنید کلا ما رو ریپورت کنید. خیلی از خود راضیه. آینش خوبه داداش. خوشم نیومد. چرا؟ کیفیت نداره. واقعا برای زارا متاسفم. اینو به من مفتم بدن برمی‌داره. دماغت اینجا چسبیده. نظر، انتقاد، پیشنهاد 500 تا تقریبا میشه 3600 700. ولی اگه نظر منو بخوای من اینا رو بیشتر دوست دارم. بریم از زارا میخواست بره نایک برامون خرید کنه. چقدر میخوای خرید کنی امروز؟ ببریمش دستشویی خدا. الان بوش تو واسه بچه‌ها چجوری میخوای تعریف کنی؟ بوی خیلی خوبی داره. نه من اصلا برای بچه‌ها نمیگیرم اینا دارم برای خودم بوم. برای خودت. آره. بچه‌ها اینو چنل رو لطفاً سابسکرایب کنید. واقعاً برای کی واقعاً؟ میخوای سابسکرایب کنی پول تو جیب کی بره؟ علی حاجی بریم از زارا بریم. فکر کنم بقیه جاها تخفیف داشته باشن. خیلی گرونه بود. قبلش فرقی نکرده. خیلی فرق کرده. تو حساب بکن بخوای بیا اینجا یه پیراهن بگیری، یه کت بگیری، یه شلوار بگیری، یا یه سویشرت بگیری، یا یه شورت بگیری. هر چی یه دونه هم بگیری از هر چی یه دونه بگیری آقا پیاده 400 یوان میشه چقدر؟ تو 4 تا 400 یوان بخوای بگیری میشه 1600 یوان. به پول ناقابل ایران الان چقدر میشه 1600 تا 14 15 میلیون تومان. داداش تو وی آر نداری؟ نه والا. پس کی برام میخری؟ از اینا واقعا که خوب. علی داشت تو وی آر داری یا نداری؟ آره داشت من ویاره. اسمش ویاره. اسمش وی آره؟ ببین میخوای خیلی مجازی ویرچوال ریالیتی تور حسش کنی، از اینا میذارم رو صورتت. آره تو وای میسی و بعد قشنگ حسش میکنی. علی میدونه چی میگه. حسش میکنی. پیتزا زون. نیما من پیتزا میخوام. پیتزا. چی میخوای؟ پیتزا. ببین واسه اینکه صدا منو بشنوی من باید برم و گردن علی اینجوری. آره نه یه لحظه یه بار دیگه بگو چی میخواستی. یه لحظه وایسا. حالا بیا صحبت. آره داشتم از مطلب حقی بود. علی نورس فیس. نه چی جا موندیم؟ صورت شمالی. این مثلا حس خوب پیدا نمی‌کنم توی جیب بیای زیر گردن من. میدونم وای بیا اینجا ببین چی پیدا کردم. یه خبری شد بذاریم ببینیم چیه. تیمبرلند. فکر کنم مدل تیمبرلند اینجاه. نه حاجی همیشه اینجا وای میسه پول میگیره. بچه‌ها این کفشایی که پای منه
نه بچه این 70 عرفان دروغ میگه، من این ور وایسادم. 70 اومدیم کفش میبینیم 1300 تا. تازه اونی که ما برداشتیم یه دونه از اون کفشای خیلی 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 ها مثلا چیزش بود، کفش داره 4-5 هزار تا. ببین اینو بپوشی باعث میشه که از قلیون کشیدن لایو بگیری و تو عروسی ها هم کنه تو غیر بدی. کالج تیم بریم. خب دیگه آقا ما خریدمون رو کردیم، جمع کنیم بریم. پاشو برده اون وسیله ها هم ورده جانم. جمع کن، بلند شو. ای بابا کاش که از نایک آدیداس نمیخریدن، دقیقا یه پولو برمی داشت. دیگه نمیخوام بیشتر 10,000 تا بشه، یکم سنگین میشه. نه ببین مسئله اینه که صندوق عقب دیگه جا نداره. ما ماشین اومدیم ها. 50 تا میدم این دختره رو. مشکل نداره. حاجی من 60 تا میدم بندازش پایین. نه دیگه ببین یکم قیمت رو ببر بالاتر. 60 تا 65 تا خوبه. من 50 تا 65 و نیم دیگه چیکارت کنم؟ 85ش کن مشتری شی. 69 اوکیه؟ 69 عالیه. حله بریم. گفتم فروشگاه بچه‌ها. چی برات بخرم؟ حاجی 11 چی به اینو بخری؟ حاجی 5500 یا پولش. توجه بفرمایید 5500 یا. اینم روبو محسنه. حاجی خیلی جالبه. یاد بچگیات هم میافتیم، باز همین الان هم که یاد بچگیامون افتادیم چی دارم میگم من، ولی بازم نمیتونیم بخریم اینا رو. آخه این درست خدایی به ایران برای خدای همینم حاجی. صنف عروسکی‌های چین صنف عروسکی‌های ایران. کدوم عروسکا رو منظورته؟ حاجی ماشین کنترلی بیا. مکلارن میخری 250 یورو. خب داشتم میگفتم کسایی که حالا بچه دارن، بچه دوست دارن، چی که هست حاجی میتونه. من خیلی بچه 10 یوان جایزه میدم به هر کی فرق اینو با این. بچه تانک داشتیم، اینا هم تانک دارن. ما همین تانک رو دادا باش بازی کن. آره دیگه بگو بقیه‌شو بگو. همین تانک رو میتونی برام بخری؟ قیمتش چجوریه؟ میکروفونم وصله؟ میکروفونت گردن تو مگه نیست؟ چرا؟ بخور. ها؟ نایک. آقا نگاه کن الان مثلا الان قیمتش بوده 699 700 الان شده تو این تخفیفه 489. اصل اللهم السب اصل منو بگی بابا این چیکار اصل یعنی چی؟ الان 800 تا پول این خدا وکیلی این 100 تا هم زیادشه. اصلا تخفیف فالشون نیست اینا میدونی؟ ساعتی 300 ها؟ یه ساعت 300 نمیدونم نرخ همیشه این جفتش 100، اون یکی جفتش 300. این اون یکی جفتشه. حاجی من یه دقیقه اینو برداشتم یه کفش جایگزینش کردن، الان کجا بذارم؟ بکن تو منو تو یه نایک. یه نایک 800 یوانی. چقدرشو من بدم؟ چقدرشو تو میدی برای هم بخریم؟ یه دونه به هم بخریم، روزی یه دونه بپوشیم. حاجی لنگه نمیفروشه. نه دیگه یه جفت با هم بخریم، مثل خودمون خودت که یه جفت بخریم یعنی. گی بله 50 یوان بهت میدم، برو جلوی این قطاره همینطوری وایسا. 50 تا 50 تا 50 تا همین الان. حل بده 50 تا رو بده. 50 تاشو بده. بچه‌ها فروشگاه سید خیلی جنسای خوبی داره، حتما پیشنهاد میدم برید خرید بکنید. سید پی سید پی لی اند هی اند ایدی لی اند هی اند آیدی جیدی. نمیدونم. بریم بپرسیم اسم فروشگاهتون چیه؟ فروشگاه رو فهمیدین؟ لی اند های اند اند دی دای. یای. بچه‌ها مدل‌های پوما رو می‌بینی و حاجی ببین چه چیز نابی. به به به. بچه‌ها بریم ببینیم واقعی یا کیکه. واقعیه. من خوردنی هم بکنم. آقا اینا پروسه ساخته شدنش هم خیلی جالبه. اینجا نونش رو همینجا درست میکنه. ببین یه مزه
کره و خامه و شکلات و اینجا گیر افتادیم. اومد نیما سیگار بکشه، بعد گیر افتادیم. باز نمیشه، اون درم باز نمیشه. چیکار کنیم؟ کسی جواب نمیده؟ مثل اینکه واقعا گیر افتادیم. خب به کیرم که گیر افتادیم. ببخشینو والا ببخشید